آموزش زبان دانمارکی قسمت 13. به همین زودی رسیدیم به قسمت 13. دوستان ویلیام هستم و امروز قراره که یک مکالمه دیگر رو داشته باشیم بین اما و دیوید و پیتر. حتما کانال سابسکرایب بکنید و به دوستاتون هم معرفی بکنید. بعدش میرسیم به قسمت لغات و سعی میکنم که لغات رو در باب یک مکالمه خیلی ساده بهتون بگم و شما سعی کنید که لغات رو بنویسید روی دفتری جایی و ملکه ذهنتون بشه. اما دیوید پیتر اد پاپکورن. البته دو سه بار میخونم اینا بعدش میرسیم به لغات. اد پاپکورن یا ده پاپکورن. یا سولتن اد ناکت ال یا چخو ده غیلی روسیگا یا ایگه سیگا من ده یا به همین صورت یه بار دیگه بریم. اد پاپکورن یا ده پاپکورن. یا سولتن اد ناکت ال یا چخو ده غیلی روسیگا یا یک سیگا من ده یا. اوکی. اول امام میگه که the popcorn the popcorn. وقتی ایر بیاد اول جمله طبق روال همیشگی جمله سوالیه. علامت سوالم میبینید با فارسی می‌نویسم آیا این پاپکورن؟ پاپکورن امیدوارم درست بنویسم. پاپکورن فکر کنم درست باشه. حالا اساتید اگر که اشتباه نوشتم توی کامنت ها بنویسید. بعدش دیوید میگه که میشه آره در پاپکورن. ببینید جمله رو اینجا هم رو بردن. خب از لحاظ گرامری و آره خیلی چیز ساده و کوچولی بود. خب میرسیم بله این پاپکورنه. بذار کپی بکنم بنویسمش. پاپکورن هستش. THS رنگش هم زرد بکنی. بریم جمله بعدی. پیتر اوکی. اما اول از دیوید میپرسه و آره دیوید هم میگه آره پاپکورنه. پیتر یک سوال میپرسه و البته یک جمله خبریه. یای سولتن. کلمه که شما یاد بگیرید سولتن توی این قسمت. یای سولتن اد ناکتی ال یای سولتن من هستم گرسنه. اد ناکتی ال آیا آن هست یا این هست. ناک توی جلسه قبل گفتیم یعنی چی؟ کافی برای همه تیل ال. اد ناکتی ال آیا این یا آن کافیه برای همه. فارسیش هم بنویسیم. آیا ببخشید اینو بنویسم. من گرسنمه نقطه نداریم داریم. آیا این برای بذار اینجوری. آیا این کافیه؟ کافی هست. آمیانه ننویسیم. برای همه علامت سوال. بله این از معنی این جمله. اما از اون ور جواب میده که یا چخو یعنی من باور دارم. یعنی آیا اینجا سوال پرسیده که آیا این برای همه کافی هستش یا نه. اما گفته که یا چخو یعنی من یعنی موافقم یا 100% فکر میکنم که همین.
وقتی کلمه خب بیاد یعنی از اطمینان صحبت میکنن، از اطمینان که هست. اگر ایگه بیاد میشه با اطمینان جواب رده. وقتی که خالی بیاد جواب مثبت و یعنی طرف فکراشو کرده و کاملا مطمئن است اون قضیه. دقیقید کلمه که شما یاد بگیرید، قیلید، فراوان. اما گفته که بله من مطمئنم و دقیلید. قیلید یعنی فراوان. اینجا میشه فکر کنم باشه یا مطمئنم هست. فکر کنم باشه و بعدش نقطه. این خیلیه، به عامیانه بخوام بگم خیلی زیادم هست. این خیلی زیادم هست، زیاد هم هست. یا کافیه. دیوید میپرسه که ارو سیگا تو سیگا. این یعنی اطمینان. آیا مطمئنی؟ مطمئن بودن. یا سیگا هیل حالا شنیدین یا نه. آیا یعنی آیا تو هستی. سیگا یعنی مطمئن. آیا تو مطمئن. دوستان من کیبوردم فکر کنم همین باشه. مطمئن. من اینو اینجوری می‌نویسم با اینکه غلطه. خب مطمئن چون کیبوردم واقعا فارسی نداره، من همینجوری دارم می‌نویسم و میدونم که مطمئن اشتباهه. امیدوارم که غلط املایی منو ببخشید. آیا تو مطمئن هستی؟ دنبال اون عین میگردم ولی نه فکر نکنم که بتونم پیدا بکنم. وقت درسم میگیریم. آره آیا تو مطمئن هستی؟ ارسیگا میگه یپس یا باش. پیتر از اون میگه یا ایگ سیگا یعنی من مطمئن فکر کنم همین باشه. مطمئن. بله من مطمئن نیستم. مطمئن نیستم. اما میگه که ولی من هستم. اوکی. یک نگوشیت یا اختلاف نظر یا صحبتی هست بین اما و پیتر که میگه من مطمئنم ولی من ده من یعنی اما. یادم رفت اما. آره. یا ولی. اما من هستم یا ولی من هستم. خب چی شد کلن؟ کلماتی که شما یاد بگیرید سولتن، غیلیت، سیکرا. براتون زردش بکنم. یه بار دیگه بریم. اد پاپ کورن یا ده پاپ کورن یا اد سولتن. اد ناکتیل یا ترو. ده غیلیت. اد سیگا یا یک سیگا. من ده یا. به این صورت شما بخونید. میرسیم به لغات. سیگا یعنی همون مطمئن بودن، اطمینان داشتن، مثبت بودن. پاپ کورن هم که پاپ کورن. ناک توی جلسه قبل فکر کنم گفتیم میشه ناک اضافه بخشید کافی و توی جلسه قبل گفتیم خیلی مهمه. فعل بسیار کاربردیه و to be یعنی بودن. ال آله نگید. ال یعنی همه everybody. غیلی ببین کلمه غی یعنی همون میشه پولدار یا ریچ یا کسی که خیلی پول داره بهش میگن غی. و موقعی که با ال
الایگی بگیره معنی فراوان بودن رو میده. ترو میشه بیلیف یا هم باور داشتن، فکر کردن و بیشتر از کلمه هم باور داشتن و از چیزی مطمئن بودن صحبت میکنه. ترو یای هم که میشه یای من. سولتن کلمه مهمیه. سولتن یعنی گرسنه بودن. پس چی شد؟ یه بار دیگه میریم از بالا. سیگا پاپکورن ناک و ال قیل ترو یای سولتن. به این صورت. این باید درس 13 و آره قربون همتون ویلیام بودم. حتما درس رو بخونید، بنویسید لغاتو. تا الان فکر کنم اگر از درس الان تا از درس 1 تا الان یا 13 تقریبا ما فکر کنم بالای اگه هر درسی 10 تا کلمه گفته باشیم بالای 100 تایی شده تقریبا که کلمه و جمله یا حروفی که خب حالا کاربردی باشه تا الان گفتیم. حالا بالای 100 تا و کم کم هی بیشتر و بیشتر میشن و دایره لغاتتون بیشتر میشن. ویلیام بودم قربون همتون. توی درس 14 میبینیم همدیگه رو.